آدم باهوش کسی که توی تجزیه و تحلیل ریاضی خوبتون عمل بکنه، توی درس ریاضی نمرات بالایی اگرد و یکی مثل موتویی که ریاضی ما خوب نهن صرفا یک انسان معمولی و به اصطلاح بیهوش یا بی‌مهارتیم. یک زمانی انسان ها معتقد هستن که کسی رو اتونیم بگیم فرد باهوشین که توی مسائل ریاضی خوب عمل کن و بقیه صرفا یک انسان معمولین. اما شخصی به اسم هاوارد گاردنر اتت یک موضوعی رو مطرح کن برخلاف این نظر. اتت اگه که آقا انسان ها دارای 8 نوع هوش و استعداد مختلفن و هر کدوم از انسان ها توی یک یا چند تا از این هوش ها برترن. گاردنر اتت این حرف رو ازند اگر که درستن کسی که داخل ریاضی خوبن صرفا هوش ریاضیش خوبن، اما آیا همین شخص داخل ورزش هم خوبن، داخل ارتباط بین فردی با بقیه هم همین قدر خوبن، آیا توی موسیقی هم همین قدر خوبن یا نه؟ گاردنر معتقدن که اگر یک نفر یک چیزی رو کندتر از یک نفر دیگه یادگیرد لزوما انسان کم هوشتری نهن، شاید توی یک حوزه دیگه ای اتونت بهتر از او شخص عمل بکنه. حالا اگر ما با این آگاهی نرسیم که انسان انواع استعداد و هوش مختلف اشه چه اتفاقی کرد؟ ریاضی 15 گفته، برو نگاه بکن پس همسایه ماشاءالله چقدر باهوشن، ریاضی و علومش از 19 زیرتر ناتد، ولی تو چه به درد هیچی ناخری، آخرش هم هیچی نابی. حالا چه اتفاقی کرد؟ اعتماد به نفس فرد، عزت نفس فرد و تمام توانایی هایی که فردش هست زیر سوال رد. چرا؟ چون دانش آموز فکر کن اگر ریاضی و علومش 20 نبود فرد ضعیفتری نسبت به بقیه، انسان بیهوشی و به اصطلاح فرد گوین، از سمت معلم بهش القا بود، از سمت والدین بهش القا بود و از سمت جامعه بهش القا نبودن که اگر تو ریاضی خوب نگیری فرد باهوشی نهی، حالا هر چیزی به خودی. و تمام توانایی هایی که دانش آموز و افراد شو هسته کجا ارد؟ پوچه بود. گاردنر اگه ما باید بیم استعدادها و توانایی‌های افراد رو پیدا بکنیم تا بتونیم داخل مسیری بکردیم که بتونه راحت رشد و پرورش پیدا بکنن، نه ای که سرکوب شو بکنیم و صرفا شو بفرستیم به سمت یکی از او 8 هوش مختلف که ریاضین. و برعکس زمانی که ما آگاهی پیدا بکنیم به اینکه انسان‌ها مختلفن، استعدادها و توانایی‌های مختلفی شاه، قطعاً به درک رسیم که اگر یک نفر ریاضیش خوب نهن صرفاً آدم کمتری نهن نسبت به بقیه. دانش آموز به این باور ارسید که اگر ما داخل مدرسه داخل کلاس ریاضیم خوب نهن نسبت به او کسی که ریاضیش 20 زیرتر نهم، شاید ما داخل یک چیز دیگه خوبم، شاید من موسیقیم خیلی بهتر از اونون، شاید من ورزشم خیلی بهتر از اونون. و اعتماد به نفس و عزت نفس همه حفظ بود و باعث نبود که طرف خوش رو پایینتر از بقیه بگیند. حالا از کجا بدونیم که توی کدومی که از این 8 هوش و استعداد بهتریم؟ یکی از راههای شناسایی آزمون‌های هوش و استعداد این که طراحی بوده و اتونیتون توی اینترنت هم پیدا بکنی، ولی چون اعتبار او آزمون به شدت مهمن ترجیحاً توصیه بود که به مراکز مشاوره مراجعه بکنیتون و اونجا آزمون آده. و در آخر اگر سوالی ذهنتو درگیره کرده در طول این ویدیو اتونیتون کامنت بکنیتون تا جواب بدم. درود بر شما.